امردین علوواشوف یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 29 اپریل در یک دادگاه که همگی چند ساعت دوام کرد به 18 سال زندان محکوم شد. تفصیلات حکم دسترس نیست و مقامات شرح در این باره ندادند. قبلا گفته میشد که امردین علوواشوف را به جنایت‌های چون گروگانگیری و حبس خودسرانه عیبدار میکنند، ولی طرفدارانش بر اینند که سبب اساسی تعقیب و بازداشت او تشکیل میتینگ اعتراضی در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو در صحنه 25 نوامبر سال 2021 بود. در حالی که مقامات حکم علوواشوف را تا حال شرح ندادند، یک منبع به رادیوی آزادی گفت که محاکمه پرونده او نیمه دوم روز 29 اپریل ساعت 14 در بازداشتگاه رقم 1 در شهر دوشنبه تحت ریاست دادرسی از دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز یافته همگی چند ساعت طول کشید و علاکه بیگاه امین روز دادگاه حکمش را صادر کرد. محاکمه پرونده همگی چند ساعت طول کشید. ما حیران شدیم که چنین اتهام وزنین را چگونه ممکن است در یک روز بررسی کرده حکم صادر نمایی؟ وکیلان دفاع را دیر خبر کردند. گفته است منبع آزادی به قول این منبع امردین علوواشوف در دادگاه گویا اتهام اعلام کرده مقامات را به گردن گرفته است، ولی معلوم نیست که این خود اقراری تحت چه شرایطی از او به دست آمده است. گفته می شود نزدیکان علوواشوف به نزد بازداشتگاه آمده بودند، ولی کسی آنها را به مرافعه راه ندادند. امردین علوواشوف 21 دکمبر سال 1977 در ناحیه راشخله ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده. 2 فرزند دارد. اسم او بار اول در اکتبر سال 2018 وقتی در سرخط خبرها افتاد که مقامات در قطار 7 لیدر غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان با علوواشوف نیز یک پروتکل علیحده امضا کردند. بر اساس آن سند علوواشوف عهده‌دار میشد که از تشکیل گروه‌های جنایی دست کشیده جوانان را به ضد حکومت نشوراند. امردین علوواشوف را یکی از تشکیل کنندگان میتینگ شام 25 نوامبر در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو میشمارند. او از جمله آنهایی بود که آن شام با سفیر تاجیکستان در روسیه دولتشاه گل محمدزاده ملاقات کردند و طلب‌های اعتراضگران را به وی رسانیدند. علیشیر میرزانبات رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و دلیر جمعه وزیر انرژتیک تاجیکستان روز 2 ژانویه در یک جلسه در خاروخ علوواشوف را سرکرده گروه جنایی نام برده به آن عیبدار کردند که زادگان ولایت را در روسیه به ضد حکومت میشوراند. امردین علوواشوف روز 11 ژانویه در ولایت بلگراد روسیه دستگیر شد و بنا به خبرها علاکه روز بعد از طریق مسکو به دوشنبه آورده شد. مقامات تاجیکستان تنها روز 2 فوریه تصدیق کردند که او در دوشنبه در حبس قرار دارد.